اینجا آمده است. نفری سوال کردن که حاجی بابا همین پیوه هایی که همین آبی جو میگیم یا پیوه میگیم در روسیه هست، استحصال روسیه، آیا همین را نوشیدن اجازت هست یا اجازت نیست؟ برادرای عزیز و گرامی، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. اصلا من اولی پیش از اینها را گفتم، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. بین در خدا رحمت کنه عزیزای خدا را، میگن فتوا دیگره، تقوا دیگره. لیکن انشاءالله همین انسانی که تقوا داشته باشد، با تقوا باشد، یا گوید که من همین از راه تقوا مقصد باید که روزگذرانی کنم، شکری الله مهربان امروز ما همین نیازی به نوشیدن همینا هم نداریم. اینقدر آبهای میوه هایی که خدا را شکر اینقدر زیاد است، ما میتونیم از اینا استفاده بریم، هم برای سلامتی ما خوب، هم برای دینداری ما خوب. زیرا برادرای عزیز و گرامی، حالا ببینیم همین ایران، اینا دبی، پاکستان، همین دولت هایی که مقصد گویم مردم مسلمان زندگی میکنن، اینها استحصال همین را دارن. در تانهاشون ماء الشعیر یعنی آب جو. این آب جو برادرای عزیز نوشیدنش هیچ باکی ندارد. اینم طبابتیه، اینم خوبه. فقط همون ناروایش در همونی که وقتی گرادوسش میزنن، وقتی 0.5 یا از او بالا یا پایانتر وقتی میزنن و بعد او قوت مسکننده پیدا میکند. خیلی که در حدیثان پیامبر ما گفتن هر چیزی که اگر زیادش مسک کند کمش هم حرامه. برای همین بهترش همینه که حتی بچه ها گفتن که ما همون پیوه هایی که در روسیه استحصال می شود بسیار با حرف های میده 0.05 گرادوس دارن میگه. برای همین یعنی اینهایی که در دولت های اسلامی استحصال می شوند، من خودم دیدم، خواندم نویسندگی که بدون الکگول و همچنان بالا شونده با همون اتیکت که بگیم یا تمغه حلال نویسندگی ای. یعنی مقصد همون خالص آب جوه. یگان چیزی که نمین امروز آبهایی که ما داریم اینا در تاجیکستان خودمون هم یا در همون دولت های روسی هم آب پمیدار، آب لیمان، هر خیل نام ها دابری و مثال هر خیل نام هاشون موندگی هن. یعنی همونا را بینین اونا آب میوه هم بگیم، آب میوه. یگان چیزی با اونها مقصد یعنی مسکننده نیستن. برای این آبهای جوی که در او دولت های اسلامی استحصال می شوند خودشون می نویسند که بدون الکگول یعنی مسکننده نیست. در این یگان چیزهای مسکننده مقصد یک جای شدگی نیست. برای این برادر عزیز اگر از همون خیلی که من میگم باشد و حلال نویسندگی باشد، خب اینا اکو گارانتی ما همونه. ولی در اینهایش که مقصد نال نویسندگی پیوه نالش میگن انا یا اینکه مثال ندارد میگد، از ایناش احتیاط کنیم برادر عزیز، بسیار خوب میشه. زیرا همین در مسلمان حلق پاک بسیار نقش مهم میبازد. وقتی حضرت سعد ابن ابی وقاص پیامبر گو حضرت برای من یک راهنمایی کن که همین دست ما برداشتم از الله هر چی که خواستم خدا دعا قبول کنه. پیامبر چیش گفت برادران؟ آیا گفتش که روزه بگی؟ آیا گفتش که مقصد انا حج بره؟ یا گفتش که نماز شب بخوان؟ نه، گفت اطیب حلقک، یعنی حلقت را پاک نگه بدار. یعنی از نوشیدن و خوردنی هایی که اونها یا حرام باشن یا در اونها شبهه باشن، از اینا ترک کن، اینا را به اینها نزدیک نشه، دعا تعالی مهربان قبول میکنه. ببینید برادران عزیز، چقدر برای ما و شما راهنمایی های زیبایی از پیغمبری خدا. پاک کنین حلقتونه، الله مهربان دعاتونه قبول میکنه. برای همین به همون پیوه هم برادرای عزیز ما روز ما میگذره، ما همون نیازی به همون پیوه نداریم. ببینید اونها را در ضرورت هایی که انسان هلاک میشوه و
بجز مقصد همون آبها دیگر آب نباشد، همجا از روی ضرورت مباح می شود. از شما خواهش میکنم برادر است که سخنهای من را درست فهمین. احتیاط بسیار مهم است. پیامبر نازنین فرمود دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چیزی که شبهه داره ترک کنین، در چیزی که شبهه نیست آزادانه نوشین، هیچی باکی نداره. برای همین برادر عزیز در همین مسئله بسیار احتیاط کنین. انشالله به خیر جان خودتونه، به فایده جان خودتونه. حتی در همون پیدایش فرزندم میدونین که همین نوشابه ها و همین خوردنی های ما تاثیر داره. اگر ما مثال هر چیزی شبهه آور، هر چیزی از حرام کرده را اگر تناول کنیم و بنوشیم، فرزندان در تاثیرش میرسه. زیرا که نطفه خودش ایروی غذاه، غذای ما اگر ای شبهه و از حرام باشه، دیگه شما خودتون دانین که اون نطفه‌ای که از خوردنی و از نوشیدنی شبهه و حرام باشد، او از او چه فرزند به دنیا میاد. برای همین برادرای عزیز بسیار احتیاط کنین. اگر از همون حلال کرده ها و از همون بدون الکل گفتم باشد، نوشین باکی نداره، لیکن نباشد هموناش هم ترک کنین، چی باکی نداره. همیناش هم نه 0 گرادوس شو، نه همون پیوه و همینها را ننوشین. بسیار انشاءالله برای شما خیر داره. الله مهربان نگهبان.